رازهایی درباره مردان، نوشته باربارا دیانجلیس. فصل دوم. 6 اشتباه بزرگ. آنچه که اغلب زنها مرتکب می شوند. آیا تصور می کنید هرچه تا به حال درباره مردان آموزش دیده اید اشتباه بوده است؟ آیا از انجام کاری که مطمئن بودید همسرتان را خوشحال خواهد کرد، نتیجه عکس گرفته اید؟ آیا هنگامی که او به هر گونه لطف شما به طرزی منفی پاسخ میگوید، یکه میخورید؟ آیا احساس میکنید آموزش هایی که در رابطه با مردان به شما دادند هرگز به دردتان نخورده است؟ چرا راهی را که امتحان میکنید آنگونه که تصور کرده بودید نتیجه نمیدهد؟ چنانچه سوالهایی نظیر این موارد برایتان مطرح شده است، نگران نشوید. این تنها شما نیستید که چنین یأس‌هایی را تجربه می‌کنید. در دوره‌های عملی و سمینارهایی که برگزار کرده‌ام با هزاران زن نظیر شما سر و کار داشته‌ام. آنان نیز همانند شما احساس می‌کردند میبایست اشتباهی در نحوه ارتباطشان با مردها وجود داشته باشد. اما مطمئن نبودند مرتکب چه اشتباهی می‌شوند و یا اینکه چگونه میبایست این اشتباه را اصلاح کنند. بهبود روابطتان با مردها صرف نظر از اینکه آن مرد شوهرتان، مدیرتان، دوستتان و یا همکارتان می باشد، نه تنها بسته به درک رفتار اوست، بلکه نگاهی صادقانه به رفتار خودتان می باشد. روابط شما با مردها تا چه حد سالم است؟ اینجا آزمونی است که به منظور فاش ساختن نقاط قوت و ضعف روابط شما با مردهای زندگیتان طراحی شده است. برای هر یک از پرسش‌ها، یکی از پاسخ‌ها را انتخاب کنید. پاسخ‌ها: تقریباً همیشه، به کرات، گاهگاهی، به ندرت، تقریباً هرگز. حالا به هر یک از این سوالات با صداقت تمام پاسخ دهید. برای هر سوال پاسخی را انتخاب کنید که در اکثر اوقات در مورد شما صدق می کند. پرسش ها را بر این اساس که همکنون چگونه رفتاری می بایست داشته باشید پاسخ ندهید، بلکه بر این اساس که معمولاً چگونه رفتاری دارید پاسخ دهید. پرسش اول: هنگامی که در کنار مرد مورد علاقه‌ام هستم، بخشی از خودم را در تلاش مداوم به منظور جلب تایید و یا زیر پا گذاشتن نیازها و احتیاجاتم و یا بیش از حد هوشیار شدن در اطراف او از دست می دهم. پرسش دوم: در قبال زندگی مرد مورد علاقه احساس مسئولیت می کنم و همواره نیازمندم بدانم کارهایش را به خوبی انجام می دهد. پرسش سوم: معمولاً به مردها اجازه می دهم با من رفتارهایی داشته باشند که به طور معمول خودم چنین رفتارهایی را از طرف زنی دیگر تحمل نمی کنم. پرسش چهارم: از جنسیت خود به منظور پیشبرد اهدافم با مردها استفاده می کنم. نظیر دلبری کردن، به هیجان آوردن، حرکات جنسی، عرضه کردن بدن و غیره. پرسش پنجم: معمولاً هنگامی که در کنار مردها هستم به علت ترس از واکنش آنها در قبال اعمالم از انجام کارهایی که دوست دارم باز میمانم و نمیتوانم احساسات واقعیم را نشان دهم. پرسش ششم: نسبت به مردها به دلیل رفتاری که در گذشته و یا حال با من داشته و یا دارند احساس انزجار می کنم. پرسش هفتم: تظاهر می کنم که در کنارشان درمانده، مستحصل و سردرگم هستم و سعی می کنم جهت دریافت عشق و یا توجهی که بدان نیازمندم کمتر آنها را از خودم عصبانی نمایم. پرسش هشتم: چنین احساس می کنم که تمامی عشق، احترام، توجه و ستایشی که استحقاق آن را دارم از مرد زندگی خود دریافت می کنم. پرسش نهم:
همواره نیازهایم را از مردانی که دوستشان دارم مطالبه می کنم و خواسته هایم را به آنان می گویم. پرسش 10. هنگامی که در کنار مردان قدرتمند مانند رئیس، پدر، شخصیت‌های ذی‌صلاح و غیره هستم، احساس آرامش و اعتماد به نفس کامل دارم. رفتار خود را تغییر نمی‌دهم و یا آنها را حذف نمی‌کنم. بیش از حد تهاجمی، سمج و یا بیش از حد متعادل و مهربان هم نیستم. حالا پرسش‌هایتان را بر اساس این امتیازها پاسخ دهید. الف: تقریباً همیشه سؤال‌های 1 تا 7 2 امتیاز. سؤال‌های 8 تا 10 10 امتیاز. ب: بکرات. سؤال‌های 1 تا 7 4 امتیاز. سؤال‌های 8 تا 10 8 امتیاز. ج: گاهگاهی. سؤال‌های 1 تا 7 6 امتیاز. سؤال‌های 8 تا 10 6 امتیاز. به ندرت. سؤال‌های 1 تا 7 8 امتیاز. سؤال‌های 8 تا 10 4 امتیاز. ه: تقریباً هرگز. سؤال‌های 1 تا 7 10 امتیاز. سؤال‌های 8 تا 10 2 امتیاز. اگر بین 80 تا 100 امتیاز آوردید به شما تبریک میگویم. تلاش و توجهی که در رابطه با رشد شخصی شما صرف نموده اید قابل ستایش می باشد. شما آموخته اید زنی قدرتمند و در عین حال با مردهای زندگی خود مهربان باشید. هنگامی که در کنار مردانی هستید که برایتان مهم می باشند، اعتماد به نفستان بالا می باشد. می دانید ارتباط خوب و مؤثر برای خلق روابطی سالم و ادامه دار ضروری است. برای برحذر بودن از مشکلات آتی در نواحی که امتیاز کمتری گرفته اید کار کنید. در مرحله 60 تا 79 امتیاز. روابط شما با مردان زندگیتان بد نیست، اما می تواند بهتر از این باشد. اغلب زنها در این ناحیه جای می گیرند. نشانهای هشداری وجود دارند که می بایست به آنها توجه کنید تا از بروز مشکلات جدی‌تر به موقع جلوگیری کنید. از مرتکب شدن به 6 اشتباه بزرگی که بعداً در این فصل به آنها خواهیم پرداخت برحذر باشید. استحقاق شما از عشق چیزی بیش از آن است که مطالبه می کنید. در مرحله 40 تا 59 امتیاز. روابط شما با مردان با مشکل جدی روبروست. عادات احساسی و عاطفی بدی دارید که شما را از دریافت عشق و توجهی که استحقاق آن را دارید محروم می کند. چنانچه به برخورد از موضع ضعف ادامه بدهید، هرگز عشق و احترام دریافت نخواهید کرد. چنانچه به مانند پادری رفتار کنید و تظاهر نمایید که همه چیز خوب است، هرگز مرد زندگیتان برای شما احترام قائل نخواهد بود. وقت آن رسیده است که تغییر کنید. اولین قدم آن است که با خودتان صادق باشید و اذعان کنید به راستی خوشحال نیستید. مطالبی که از این کتاب می‌آموزید را به کار ببندید و از دوستانتان حمایت بخواهید. متعهد شوید همان زن با قدرتمندی باشید که برای آن آفریده شده اید. در مرحله 39 یا پایین‌تر به معنای اورژانس، روابط شما با مردها نامناسب است. شما مدت هاست که رنج و درد زیادی را تحمل می کنید، به طوری که کاملا فراموش نموده اید چگونه خودتان باشید. شاید حتی نمی دانید رابطه سالم با یک مرد به چه معناست. وقت آن رسیده است که به سرعت اقدامی صورت دهید. البته قادر نخواهید بود این کار را به تنهایی انجام دهید. برای این کار از زنان دیگر کمک بگیرید. یک درمانگر مهربان و با تجربه بیابید و به گروه درمانی بپیوندید و یا از این کتاب تا آنجا که می توانید استفاده نمایید. عشق بیشتری به خودتان بورزید و با بی‌حسی، کرختی و انزجار بجنگید. به بازی در نقش‌های قربانی شدن خاتمه دهید.
این تنها خود شمایید که می توانید این وضع را تغییر دهید، چون استحقاق شما به مراتب بیشتر از این است. توصیه‌ام به شما این است که هر چند وقت یک بار این آزمون را تکرار کنید تا بتوانید پیشرفت تدریجیتان را ارزیابی نمایید. ابتدا اصول بیان شده در این کتاب را به کار بسته و سپس چند هفته بعد مجدداً به آن مراجعه کنید. حال میبایست با دریافت نمره بالاتری پیشرفت واقعی از خود نشان داده باشید تا بتوانید در جهت خلق روابط مناسب و صمیمیتر با مردان زندگیتان که استحقاق آن را نیز دارید به حرکت درآمده باشید. آیا شما عادت دارید از مردهای زندگیتان مردهای بدی بسازید؟ آگاهانه یا ناآگاهانه با رفتار خاصی که با مردهای زندگیتان دارید آنان را تضعیف کرده و از آنها افراد بدی می‌سازید. در اینجا منظورم این نیست که تمامی مشکلات روابطتان تقصیر خود شماست و یا اینکه رفتار شماست که بد میباشد و یا اینکه مردها نیازی به تغییر ندارند. آنچه در اینجا سعی در بیان آن دارم این است که نحوه رفتار ما زنها با مردها 50% از مشکل را تشکیل می‌دهد. بسیاری از رفتارهایی که به ما آموزش داده اند تا زنان مهربان و آکنده از عشق و محبتی باشیم، دقیقاً همان رفتارهایی هستند که برای روابط ما با مردها مضر و مخرب می باشند. البته چنین نیست که ما این اشتباهها را عمدن مرتکب می شویم. این الگوهای رفتاری برخی از ما می باشد که به وسیله مادران، مادر بزرگها و مادر بزرگهایمان آموزش داده شده است. اما هنگامی که این عادتها و روشها را در دنیای امروزی به کار می بریم، احساس بدی به ما زنها می دهد و باعث می شوند مردهای زندگیمان رفتار بدی با ما داشته باشند. 6 اشتباه بزرگ که زنان در رابطه با مردان مرتکب می شوند. اول، زنان در حق مردان مادری کرده و با آنان به مانند بچه رفتار می کنند. دوم، زنان خود و ارزش‌هایشان را زیر پا گذاشته و در مقایسه با مردها خودشان را در مقام دوم قرار می دهند. سوم، زنها عشاق قدرت‌های یک مرد می شوند. چهارم، استعدادها و توانایی‌های خود را دست کم گرفته و یا گاهی اوقات آن را مخفی می‌کنند. پنجم، زنان از موضع ضعف برخورد می‌کنند. ششم، زنان هنگامی که نیازهایشان را از مردها مطالبه می‌کنند، به مانند دختر بچه‌ها رفتار می‌نمایند. اشتباه اول، زنان در حق مردان مادری کرده و با آنها به مانند بچه رفتار می کنند. آیا هرگز چنین مواردی را به همسرتان گفته اید؟ عزیزم، کیف پولت را فراموش نکنی. موقع برگشتن فراموش نکنی لباسها را از خشکشویی بگیری. قبض برق را پرداختی؟ میدانی مخزن سوخت تقریبا دیگر تمام شده؟ یادت رفت میز رزرو کنی. خب اشکالی ندارد، خودم تلفنی این کار را برایت انجام می دهم. چند بار باید گفت این حاله های خیس را روی زمین نینداز؟ اگر با این لباس نازک بیرون بروی حتما سرما میخوری. چنانچه شما نیز مانند من مرتکب این اشتباهات شده باشید، احتمالاً پس از خواندن این جملات احساس گناه میکنید. اشتباه شماره 1 یکی از معمولترین و مخربترین عادات ارتباطی با مرد هست. به گونه‌ای با آنان رفتار میکنیم گویی کودکی بیش نیستند و اینطور فرض میکنیم که ناتوان هستند و نمیتوانند از خودشان مراقبت کنند و نیاز دارند که ما زندگیشان را بگردانیم. میدانم چه فکر میکنید. بله، این پیش‌فرض‌های ما در بسیاری از مواقع حقیقت دارند و ممکن است حق با شما باشد. اما موضوع این نیست. موردی که در اینجا اهمیت دارد این است که هنگامی که با یک مرد مانند پسر بچه کوچکی رفتار می کنید، او نیز شما را مایوس نکرده و به مانند بچه کوچک با شما رفتار خواهد کرد. هنگامی که انتظار دارید ناتوان، درمانده و ضعیف باشد، او نیز ناتوان، درمانده و ضعیف می نماید.
چگونه زنها در حق مردها مادری می‌کنند؟ در حق آنها زیاده از حد مفید واقع شدن و انجام دادن کارهایی که میبایست خودشان انجام بدهند. مثلا به دنبال کلیدش میگردیم، لباسهایش را پشت سرش جمع میکنیم، کراواتش را برایش درست کرده، موهایش را مرتب مینماییم. صبحها قبل از آنکه به سر کار برود لباسهایش را انتخاب میکنیم. شبها بعد از برگشتن از کار لباسهایش را از تنش در می آوریم. راه انداختن بازی‌های کلامی با آنان، بازی حدس بزن، جهت بیرون کشیدن اطلاعات از آنان، به او می گوییم گرسنه‌ای؟ دوست داری کمی آش برایت درست کنم؟ نه، برایت ماهی درست کنم؟ دسر چطور؟ یا یه سوپ چطور؟ زیاد جالب به نظر نمیاد. خب بذار فکر کنم. با یه ساندویچ گریل شده پنیری چطوری؟ اونم دوست نداری؟ ما معمولاً چنین فرض میکنیم مردها کم حافظه بوده و یا فراموشکار هستند و اطلاعاتی که میبایست خودشان به خاطر داشته باشند را به آنها گوشزد میکنیم. یادت باشد وقتی رسیدی زنگ بزنی. یادت نرود سوزی را از کلاس موسیقیش برسانی خانه. یادت باشد آشغالها را دم در بگذاری. وقت دکترت یادت نرود. آنها را نکوهش میکنیم. گویی بچه‌اند. چطوری میتوانی بدون ژاکت بیرون بروی؟ نمیبینی هوای بیرون سرده؟ چند بار باید بگویم قبل از اینکه بخوابیم چراغ‌ها را خاموش کن؟ صورت حساب‌های برق خیلی داره بالا میره. دیشب وقتی داشتی فوتبال تماشا میکردی 3 نوشابه و 1 پیتزای بزرگ خوردی. عجیب نیست اگه دلت درد گرفته باشه. به عهده گرفتن کارهایی که فکر میکنید نمیتوانند به درستی انجام بدهند. اگر اجازه بدم برای شام فردا اون جایی رو رزرو کنه، میدونم مثل همیشه یک اشتباهی میکنه. یا وقت رو اشتباه میگه یا یادش میره که یه میز خوب انتخاب کنه. بنابراین همیشه خودم این کارو میکنم. بار آخر که استیون را فرستادم برای بچه‌ها لباس بخره فاجعه بود. بچه‌ها هرگز نتونستن اون لباس‌ها رو برای مدرسه بپوشن. این دفعه خودم میبرمشون. نمیتونم اجازه بدم دوباره چنین اتفاقی بیفته. ماه‌ها پیش از جین خواستم یک هتل خوب تو شیکاگو پیدا کنه. اما اون فراموش کرد این کارو بکنه. حالا برنامه سفرمون 3 هفته عقب افتاده و این منم که مجبورم همه کارا رو انجام بدم. بهتر بود از اول خودم کارا رو انجام میدادم. اصلاح کردن اشتباهاتشان و امر و نهی کردن به آنها. نه عزیزم، اون زن و شوهری که تو تعطیلات دیدیم اهل ویرجینیا بودند، نه وست ویرجینیا. عزیزم، اونطور که این کلمه رو در جمله به کار بردی اشتباه بود. فکر میکنم اگر مسیر 41 رو انتخاب کنیم به ترافیک بر نمیخوریم. اگر جای تو بودم الان از سمت چپ رانندگی میکردم. چرا به مادرت زنگ نمیزنی بگی بچه‌ها مریض شدن و سرت خیلی شلوغه و برای یه شنبه دیگه نمیتونیم به اون سر بزنیم؟ هرچی گفتی این یکی رو نگو که هفته پیش رفتیم و مادر منو دیدیم. چرا زنها در حق مردها مادری میکنند؟ میدانم متنفرید از اینکه بشنوید شما هم در حق مرد زندگیتان مادری میکردید. اما باور کنید تنها شما نیستید که این کار رو میکنید. دلیل این کار چیست؟ ما زنها برای مادری کردن آموزش دیدیم و برای آن نیز پاداش میگیریم. وقتی بچه بودید یگانه الگویتان مادرتان بود. همواره شاهد بودید که او چگونه از شما، برادر و خواهرهایتان حمایت میکرد. بدین ترتیب آموختید چگونه حمایتگر، مهربان و فداکار باشید و به نیازهای دیگران رسیدگی کنید. این موضوع نیز حقیقت دارد که شاهد بودید چگونه مادرتان به ویژه در حق پدرتان مادری می‌کرده است. پس بیایید به موضوع اینطور نگاه کنیم که اگر شما شاهد بودید به جای اینکه مادرتان به طرزی رمانتیک با پدرتان رفتار بکند، همیشه در حق او مادری می‌کرده است.
در نتیجه شما هم در کودکی چنین آموختید. این همان رفتاری است که زنها باید با مردها داشته باشند. پس وقتی خودتان بزرگ شدید و ازدواج کردید، عیناً همین کار را با همسرتان کردید. هنگامی که جولی جهت مشاوره نزد من آمد، 3 سال از ازدواجشان با فرد می‌گذشت. او به تلخی می‌گفت: احساس نمی‌کنم همسر او هستم، بلکه احساس می‌کنم مادرش هستم. او هم همیشه مثل یک بچه کوچک رفتار می‌کنه و از من انتظار داره به جای او فکر کنم، دنبالش راه بیفتم و لباسشو جمع کنم. در واقع مسئولیت همه امور با منه. برای همین هم اون مدام تنبل و تنبل‌تر میشه و در عوض من عصبانی و عصبانی تر میشم. جودی آگاه نبود که مادری کردن برای او که یک زن است طبیعی می باشد. او از فرد به خاطر اینکه مردی ناپخته و بچگونه است مدت‌ها بود که شکایت داشت. اما هرگز به سهمی که خودش در این رابطه باید ایفا می‌کرد توجهی نداشت. در خلال صحبت‌هایم با جولی از او راجع به پدر و مادرش پرسیدم و بعد از کمی پرس‌وجو کم کم ریشه بازی مادرانه‌اش آشکار شد. در حالی که غمگین بود چنین به خاطر آورد: هرگز به یاد ندارم که پدر و مادرم با هم صمیمی و یا خیلی رمانتیک بوده باشند. پدرم به خاطر شغل زیادش به سفر می رفت و زنده ترین و معمول ترین خاطراتم از مادرم به زمانی تعلق دارد که چمدانهای پدرم را قبل از سفر برایش می بست و بعد از آن که از سفر برمیگشت چمدانهایش را باز می کرد. همیشه با دقت قرارهای ملاقات پدرم را به او یادآوری می کرد و همیشه لباسهایش را برایش مرتب می کرد. پدرم نیز به نوعی مانند یکی از بچه‌ها بود. مادرم هم به پدرم و هم به ما سرکوفت می زد. شام و ناهارمان را جلویمان می گذاشت. در آن سنین می بایست چنین نتیجه گرفته باشم که عشق ورزیدن به یک مرد باید مانند رفتاری باشد که مادرم با پدرم دارد. تا همین اواخر مادری کردن یگانه شغل قابل قبول برای زنان محسوب می شد. به اضافه 2 شغل دیگر، پرستاری و معلمی. در بچگی همواره شاهد بودیم که چگونه مادرمان به واسطه رفتارهای حمایتگرانه و مادرانه‌شان پاداش می گرفتند و اگر چنین رفتارهایی از ما سر می زد به ما نیز این چنین پاداش می دادند. سالی خوب و شیرین من، چقدر خوب از برادرت مواظبت می کنی؟ یا جی این دختر خوبی باش و دمپایی پدرت را جلوی پایش جفت کن. و تو دختر عزیز خودم هستی. هرگاه می‌خواهیم مردی ما را دوست بدارد، باید در نقش مادر برای او ظاهر شویم. دارلین که 15 سال بود ازدواج کرده چنین می‌گفت: هرگاه احساس می‌کنم از چارلی عشق و توجه کافی دریافت نمی‌دارم، فوراً در نقش مادر برایش ظاهر می‌شوم. غذاهای مورد علاقه‌اش را می‌پزم. کشوهایش را مرتب کرده و سعی می‌کنم تا جایی که امکان دارد برایش مفید باشم. من دوست دارم او بیشتر در نقش یک معشوق خوب برایم باشد تا شوهر. البته چیزی که نصیبم می‌شود دقیقاً برعکس این خواسته من است. او مثل یک پسر بچه خوب که از من به خاطر اینکه اینقدر دقیق و منظم هستم تشکر می‌کند. پس به این دلیل در حق مردان زندگیمان مادری می‌کنیم که آنها را به خود وابسته سازیم. وقتی سخت تلاش می‌نماییم تا کلیه نیازهای شوهرهای خودمان را برآورده کنیم، او را شدیداً به خود وابسته می‌کنیم. همه ما چنین صحنه‌هایی را در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی زیاد دیده‌ایم. مردی که همسرش نیست، خودش مجبور است تمام کارهای خانه را به تنهایی انجام دهد. او وقتی می‌خواهد برای بچه‌ها غذای ساده آماده کند، درست مثل یک دست و پا چلفتی رفتار می‌کند. عاجز و درمانده می‌شود. در نتیجه هرچه بیشتر از مردی مواظبت کنید، او بیشتر به شما تکیه می‌کند و بدین ترتیب وابسته تر می‌شود. ما زنها بدین وسیله با ترس از طرد شدگی خود مقابله کرده و طوری آنها را به خودمان وابسته می‌کنیم که هرگز نتوانند فکر ترک کردن ما را بکنند.
گویی ضمیر ناخودآگاه ما در می‌یابد اگر به اندازه کافی به ما محتاج باشند هرگز ما را ترک نخواهند کرد. با این حال مردان به اینکه در حقشان مادری شود عادت دارند و خواستارند از آنها مواظبت شود. اخیراً در یکی از سمینارهایم که برای گروهی از زنان ترتیب داده بودیم، یکی از حاضرین از من پرسید: چرا زنها برای مردها مادری می‌کنند؟ یکی از ردیف آخر گفت: برای اینکه مردها دوست دارند. همگی خندیدیم، زیرا می‌دانستیم این گفته او بدور از حقیقت نیست. آیا هنگامی که برای مردها مادری می‌کنیم، آنها شکایتی می‌کنند؟ جواب: بعضی وقتها مخالفت می‌کنند، اما اکثر اوقات راضی هستند.